در مورد رب، الله، ملک توضیح دادیم که معادل هستند. فرض کنید یه ناظری بالا داریم که ناظر شماره 1. خب تا اینجا شو که احتمالاً شنیدیم. یه ناظرم ناظر شماره 2. خب توضیح دادیم گفتیم که این ناظر شماره 1 ابعادی شاملش نیست، مثل زمان، مکان، تابع زمان و مکان و تضاد و اینا نیست. ناظر شماره 2 قرار این چرخه انا لله و انا الیه راجعون رو دور بزنه. فرض کنید که این ناظر 100 میلیارد سال به زمان ما تو راه باشه. خب این شروع میکنه به حرکت کردن. زمانی که ناظر دو میرسه اینجا 100 میلیارد سال تو راه بوده به زمان خودش. این ناظر 1 چقدر زمان رو طی کرده؟ این که شروع کرده به حرکت، اون در یه لحظه همه چرخه رو چیکار کرده؟ دیده که این چیکار میکنه. ولی این خودش 100 میلیارد سال، نمیدونم 200 میلیارد سال و الی آخر توی راه بوده. درست شد یا نه؟ بنابراین ناظر اول در چقدر طول میکشه که این ناظر که از اینجا میره از این ورش در بیاد بیرون؟ 0 ثانیه. لذا هنوز از این ور نرفته، ناظر این ورشه، این ور رو نگاه میکنه، این ناظر رو میبینه، این ور رو نگاه میکنه، این ناظر رو میبینه، در حالی که ناظر یکیه. ولی اینجا چه خورده دقت نظر میخواد، از اون چیزهای هوافضاست. خب ناظر اولی این ور رو نگاه میکنه، اینو میبینه، این ورم نگاه میکنه، اینو میبینه، در حالی که ناظر یکیه. شد یا نشد؟ نشد؟ یا شد؟ ببینید این، خب برای اینکه این زمان شامل حالش نمیشه، اون زمان شامل حالش نمیشه، لذا هر چقدر تو را باشه، خب اون در یه چشم هم زدن همه چی رو دیده، همه چی رو میبینه. لازم نیست که این هم 100 میلیارد سال صبر کنه ببینه که این آخر عاقبت رسید. درست شد یا نه؟ خب حالا چون این زمان شاملش نمیشه، این هنوز جدا نشده، از این ور در اومده بیرون. لذا این ناظر 1 این ور رو نگاه میکنه، ناظر 2 رو میبینه، این ور هم ناظر 2 رو میبینه. خب درسته یا نه؟ خب حالا این ور اون ور ناظر 1 کیه؟ ما هستیم. ما جدا شده نشده هم این ورشیم هم اون ورشیم، هم حرکت کردیم هم نکردیم، هم رسیدیم هم نرسیدیم، هم ازلی هستیم هم ابدی هستیم. درست شد؟ این یکی از چیزا. لذا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. حالا چرا؟ چون اینا اولا بحث یکتایی وجود داره. برای اینکه وقتی اینجا میاد مکان نیست، زمان نیست که از هم جدا باشن، هم جدا هستن هم جدا نیستن، هم در وحدتن هم نیستن. برای همینم اونجا 3 تا رو اسم میبره. چرا 3 تا اسم برده شده؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. چرا این 3 تا رو اسم میبره؟ درست شد یا نه؟ خب پس چون اینجا مکان و زمان نیست، ما هم با او هستیم هم جدا هست، هم جدا به حساب میایم هم در وحدت. وقتی در وحدتیم هم چیز میشیم، هم سنگ میشیم، لذا مترادف میشه. ملک و اله و این مترادف میشه. حالا یه مسئله دیگه اینه که ما اول بودیم، یعنی ناظر 2 اول بوده یا ناظر 1 اول حضور داشته؟ کی اول بوده؟ 1 اول بوده. ولی وقتی جایی که زمان نیست، زودتر و دیرتر دیگه معنی نمیده، چون زمان نیست. تقدم و تأخر معنی نمیده، معلوم نیست که او اول بوده یا ما اول بودیم. درسته؟ یا نه؟ این از اون بحث‌های سرکاری حسابی ها.
خب خب بحث انالحق همینه دیگه. خب شما نمیتونید ثابت کنید کی اول بوده. خب نمیتونید ثابت کنید کی اول بوده. خب میتونم الان اینو ما میگیم که، ولی وقتی یه جایی که بریم یه جایی که زمان نیست مکان نیست، هیچ چیزی نیست که اصلا زودتر و دیرتر معنی نداره. خالق باید بگه من زودتر بودم دیگه، ولی وقتی جایی که زمان نیست مکان نیست نمیتونه بگه که من زودتر بودم. میدونید اینه، یعنی در یه جایی که فرض کنیم حالا به همون صورت که زمان و مکان نیست، کسی نمیتونه بگه من زودتر بودم. خب از این نظر مسائل پیش میاد که موضوع انالحق رو میخواد چیکار بکنه؟ میخواد باز کنه. خب ما یکی از تضادمون با خدا اینه که خدایا چرا ما رو اینجا فرستادی؟ خدایا چی میخوای از جونمون؟ خدایا بعد هی از اونجا اشاره میشه بابا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. خود تو چه جوری با چه دلیلی میگی من فرستادمت؟ اول تو اول بودی یا من بودم؟ خب و تازه تو با دو رأی خودت خواستی بری پایین. 2-1 با 2 رأی ما خودمون تصمیم گرفتیم بیایم پایین یا فرستادنمون پایین. کی میتونه بگه؟ یعنی الان نگاه وقتی میکنی چون یک تای پیش میاد اینا، ما 2-1 در واقع ما تصمیم گرفتیم بیایم پایین. خب ایناست که کمک میکنه ما تضادمون با خدا حل میشه و متوجه میشیم که بابا ما هم پایینیم هم بالاییم، خودمون ناظر خودمونم هستیم و این چرخه برای ما در اواسطش و در یه جایش هستیم، اما از نظر ناظر تموم شده. توجه میکنید؟ همون جایی که گفت یا آدم انبونی، آدم آزمایش پس بده، ما آزمایش پس دادیم. اونم گفت که دیدی بهتون گفتم الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، دیدی بهتون گفتم من میدونم، یه چیزی میدونم. در جواب به ملائکه که گفتن اینو برای چی میخوایی؟ توجه میکنید؟ ما همونجا این ماجرا چی شد؟ تموم شد. ولی ما به علت اینکه زمان به پامون بسته شده و مکان به پامون بسته شده هنوز توش قرار داریم و الان تقریبا اینجا هستیم. خب تقریبا اینجا هستیم. حالا ممکنه یکی بگه که چه دلیلی داره که شما اصلا میگی ما در قوس صعودی هستیم؟ چون یه بخشی رو نزولی بوده هی بار به ما اضافه شده، یه بخش از اینجا صعودی هی بار کم میشه، میریم تا اینجا دیگه تمام بارها به 0 رسیده. چه دلیلی داره؟ تضادمون داره کم میشه. چطوری؟ الان میریم بعد مکان رو بی نیاز میشیم، زندگی بعدی بعد مکان رو بی نیاز میشیم. از اینجام این یه دلیل دیگه این که نوزادی که میاد، نوزادها دارن برای خودشون چیزهایی رو به همراه دارن میارن و به اصطلاح تجارب متفاوتی رو دارن با خودشون میارن. به اصطلاح اینجا که این تجارب متفاوته و این نشون میده که اومدیم از نقطه 0 نبوده. خب اگر همه نوزادها یکسان بودن این نشون میداد که نقطه 0. خب اگر هی میرفتیم جلوتر بارمون اضافه تر میشد، معلوم میشد که تو این قوس هستیم. ولی الان نوزادا میان متفاوتن، پس اینجا نیستیم. داریم میریم هی از بارمون کم میشه، الان میریم مکانو نسبتش بی‌نیاز میشیم، معلوم میشه که این طرفیم. حالا و مسائل دیگه ای. درست شد؟ خب در این رابطه اگر
موضوع جا افتاد، اگه نه که باز راجبشون مطلب مهمیه. ببینید این مقدمه انالحق، خب یعنی به احتمال بسیار 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 زیاد حلاد این رؤیت رو کرد. خب این رؤیت رو کرد، اینجا رو نگاه کرد، دید که خودشو دو تا داره میبینه و این طرف هست اون طرف هست و یه رؤیتی کرد. حالا کاری نداریم، یه جایی هست که ما دو تاییم، اینجا یه نقطه صفری رو ما باید شروع کنیم، بگیم کی رو خلق کرد؟ خب اون خلق کرد. و اذا سویته نفخت فیه من روحی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بله ولی وقتی این به اصطلاح ما همه قبول داریم، ولی وقتی چرخه راه افتاد معلوم نیست که دیگه کی به کیه، معلوم نیست که به اصطلاح کی اول بود کی آخر بود. میدونید چی میخوام بگم؟ بالاخره باید یه جای با هم شروع کنیم داستانو، یه جای ماجرا رو شروع کنیم، درختی بذاریم، نمیدونم چیکار بکنیم. ولی وقتی این ماجرا راه افتاد، الان این ماجراشه. اگه میگید نه خب بگیم که چه جوریه. خب درستی یا نه؟ خب لذا یه سه رویتایی هست که شاید دوستان برخورد کرده باشن یا در آینده برخورد بکنن و معنیشو جنبندیشو نمیتونن بکنن، نمیدونن که چرا اینجوری میشه. در یه جایی ما احساس میکنیم 3 تا عضویم 2 تاش ماییم و این ور اون ور ما هستیم. کسی از این رویت اینجوری داشته؟ چه جوری بود؟ خودمو میدید، یعنی من نشسته بودم این طرف، روبروم بود. بله و احساس میکردیم 3 تا عضویم، کسی پهلوی من بود که فقط حس میکردم یه کسیه ولی صورتشو نمیدیدم. درسته. به من نشون میداد منو از درونم، من اون روبرویی شفاف بود. بله خب همش هم تقریبا معنی داره. ما میایم یه جایی میبینیم که در واقع اینطوری که خداحافظی کردیم، حالا اونور دوباره روبرو خودمونیم، خب داریم سلام میکنیم و فیلم ما بین ما هم یه چیز دیگه است. یک بخشی هست که داره میاد شفاف شده، خب شفاف شده، آگاه شده، نمیدونم یه فرقی داره. درسته احساس میکنیم خودمونیم ولی یه فرقی اینجا ایجاد شده. حالا این فرق رو سمبولیک به ما نشون میدن، مثلا شفاف شدن، مثل نمیدونم آگاه شدن، نمیدونم یک موجودی که یه طرفش علم آدم اسما کلها، یه طرفش چیزی نیست. خب چون اینجا تو بهشت بودیم، اینجا بهشت ناآگاهی بوده، اینجا بهشت آگاهیه. بهشتی که ما در وله اول بودیم توش چیزی بلد نبودیم، داده بودن بهمون علم آدم اسما کلها، ولی ما بلد نبودیم ازش استفاده بکنیم. درست شد؟ ولی بهشت روز آخر بهشتی است که ما دسترسی پیدا کردیم به علم آدم اسماء کلها. خیلی فرق با هم دیگه داره. بعضیا فکر میکنن ما برمیگردیم تو همین بهشتی که ازش اومدیم بیرون. نه خیر، اون بهشت ناآگاهی بوده. این بهشتی که میریم بهشتی است که در اونجا میدونیم چی کار میخوایم بکنیم. خیلی تفاوت هست. گفتیم که در واقع قل اعوذ برب الناس ملک ناس اله ناس. الان ناظر شما کیه؟ خب این 3 تا عضو ناظر هستن یا نیستن؟ هستن؟ تموم شد و رفت. خب اما یکیست. درسته؟ یکی بودنش دیگه ثابته. درسته؟ یکی بودنش در واقع دیگه معرضه که اینجا زمان مکانی نیست، اینا همه بر هم منطبق میشه. 3 تا میتونیم اسم ببریم ولی یکیست، در واقع دوباره یکیست. ما گفتیم که صلح با خدا، صلح با هستی، البته منظورمون صلح با هستی این کتاب مبینه دیگه. درسته؟ کتاب مبین یه حرفی میزنه، ما چیکار میکنیم؟ یه کار دیگه میکنیم. دور قبلی با هم اینو بررسی کردیم دیگه، خاطرتون هست؟
دور قبل مقدار از این کتاب رو خوندیم، دیدیم که کتاب مبین یه چیزایی میگه، ما یه کارهای دیگه میکنیم، لذا ما منطبق نیستیم. منظور از تضاد با هستی اینه دیگه. خب بنابراین ما وقتی صلح با هستی رو چیز میکنیم که آیین نامه رو چیکار کنیم؟ آیین نامه هستی رو یاد گرفته باشیم، مثل آیین نامه رانندگیه. قبوله؟ بنابراین ما وقتی که این آیین نامه رو میدونیم با هستی همسو میشیم. خاطرتون باشه خیلی بحثا رو در اونجا در واقع با همدیگه داشتیم. خب و این بر صلح با خود و صلح با دیگران. حالا از نظر ما اینجوری تعریف میکنیم که ما صلح با خدا به سادگی رخ میدیم، یعنی میریم در او حل میشیم، باش کاملا به صلح میرسیم. نمیدونم 4 تا مطلبه، یکی جهان موازی چی اینا رو که بدونیم، صلح به اصطلاح عدالتش جا میفته برامون، حکمتش جا میفته، تضاد چی میشه؟ حل میشه. و صلح با خدا آسون ترین بخش در عرفانه، یعنی عرفانی که ما میگیم البته آسون ترین بخش توی این بحث مصالحه و عمل الصالحات صلح با خداست. خیلی ساده و راحت انجام میشه. ما میبینیم که با خدا به صلح رسیدیم و مشکل ترین و پیچیده ترینش صلح با دیگرانه. بنابراین ما میتونیم بریم با در خدا محو بشیم، به فنا برسیم، در او حل بشیم، ولی وقتی رفتیم و با او به صلح رسیدیم میگه چرا تنها اومدین؟ شما فقط خواستی خودتو نجات بدی. خب نجات فردی خودش یک مظهری از خودشیفتگی است، یعنی به طور غیر مستقیم میگن که تو فقط به فکر خودت بودی، خوب انتخاب کردی، باریکالله، خیلی خوب انتخاب کردی، خوب فکر کردی، خوب از اختیارت استفاده کردی، فقط یه اشکال داره. میگیم چه اشکالی داره؟ میگن این که فقط خواستی گلیم خودتو از آب بکشی بیرون. خب آتش سوزی بود، تو دوربرتو نگاه نکردی ببینی که آیا میتونی دست یکی هم بگیری یا نه، یا فقط خودت زود از تو آتش پریدی بیرون. درست میگم یا نه؟ بنابراین میگه خیلی خوب، حالا با من به مصالحه رسیدی، در من فنا شدی، در من محو شدی، کار خوبی کردی، ولی حالا برو پایین، خب با بقیه بیا، دست 4 نفر رو بگیر بیا، تنها نیا. خب که در واقع رحمانیت هم از تو ساطع شده باشه، چون وقتی تنهایی میری یعنی رحمانیت یه اشکالی داشته، ساطع نشده، تو فقط به فکر خودت بودی. ببینید لذا به یک چیزی نیاز پیدا میشه که رحمانیت هم چی بشه؟ پرتو افشانه بشه و ساطع بشه. وقتی رحمانیت از ما ساطع شد مجبور میشیم دستی نمیگیریم، دستمون هم بگیریم، خودمون عقب موندیم، به هوای دیگران نمیتونیم بریم، ولی خب عوضش با یک کیفیت بالاتری میریم. اگه نیم قدم هم بریم دیگه بهمون نمیگن که تو فقط خواستی خودتو نجات بدی، تو فقط خواستی در واقع گلیم خودتو عذاب بکشی بیرون، تو فقط دستت رو کلاه خودت گذاشتی. یکی از فرقایی که به اصطلاح در بحث مسئله عرفان عابد و زاهد و عارف هست، یکی از مسائلش در واقع اینه که این میخواد گلیم خودشو ببره عذاب بکشه بیرون، خب و اون میخواد که کار دیگری بکنه. یکی از مسائلش و مظاهرش اینه. خب این فنای فی الله، فنای فی الخلق، یعنی حالا از نظر ماها این تعریف‌ها یه خورده با هم ممکنه تفاوتایی داشته باشه. فنای فی الخلق بعد از فنای فی الله است، میدونید؟
خب در حالی که همه فکر میکنن که اول باید چیزی، بعدم میگه خب خداحافظ من رفتم میرم، که در حالی که در واقع اول میرن اونجا اون مسئله حل میشه، بعدا میگن نه خیر حالا برو در خلق فنا بشو، محو بشو. خب و خانه اصلی لذا اونجا مسئله حل تضاد ما با دیگرانه. این دیگرانن که مشکل اصلی ما هستن، نه خدا. از نظر ما این مرحله اگه ما بگیم فنای فی الخلق، ما اینو در اینجوری معنا میکنیم، یعنی برای ما این معنی رو داره، موضوع چیز نیست چه اسم بذاریم چه نذاریم، ما میدونیم خانه اصلیمون چیه، اینه. اگر اسم بذاریم روش فنای فی الخلق، یعنی حالا تازه بعدا باید بریم در مردم محو بشی و به مقام فنا برسی. این ماجراش.